ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми дуюми рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ 12 дарвозаи Бухоро оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 35-ро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. қисми 14. اگر به فکر من گوش کنی، بیا بچه چیکه پیکه گفته عذاب کشیده نگرد، به قطار ما درآ. مخصوم به طی پایت اسبی دوند می دهد، لباسی نقص، موزه خرام، پول، باز هرچی یابی از خودت. اگر هگویی من به نعیم کماندیر واسطه می شوم، آن کس به مخصوم عرض کرده کارها را ونگ می کند. خیر، یک فکر کرده بینم کنی، آخر من زن و بچه دارم. اگر خیگویی زن و بچه‌ت هم پادشاه بر این روز می بینند. راست هم تو می. انا نعیم بای هفته ای نیست که به خانهش نرود. در هر باری رفتنش خورجین مال می برد. دماغش چاق، بچه کچه هاش قطی. در این دم در بیرون آوازی پا شنیده شد و پاسبان دویده از جا برخاست و فرمان داد که محبوس طبق را به پایان خانه آورده مانده خودش به جایش رود. عصا که دلش چندان خوراک نمی جست، به هیچ ملامتی طبق را به پایان خانه آورده ماند و هنوز به جایش رفتن نارسیده در کشاده شد و نعیمی تلخ در آمد. ها، در اینجا چی کار میکنی؟ گفته پرسید وی از پاسبان. از مهمان خانه برای او آش داده فرستاده بودند. نعیم به طبق آش پلو نگاه کرد و گفت مانده رفتن گردیه؟ خورده شد؟ خیر، رو فانوس را مان. پس از برآمدن پاسبان، نعیم به عصا مراجعت کرد. خوش، احوال؟ زیغ نشده شیشتی؟ عصا گپ نزد. برای تو یک همدمی نغز آوردم، صحبت کرده میشنیدم. این را گفت و نعیم به بیرون خطاب کرد. بیارید بچه ها. از بیرون یک جوان در لباسی کارگرانی راه آهن، دستش به پشتش بسته شدگی به خانه در آمد. از پس وی 2 نفر از آدمان مسلح نعیم در آمدند. دستش را کشایید، گفت نعیم به آدمانش. در اینجا هر چی قدر که خواهد دستش را به کار اندازد. دست جوان را کشادند و به او اشاره کردند که از پیشگاه از پهلوی عصا رفته شیند. انا گفت نعیم برای تو ملا عصا گنگوری نغز به وی نصیحت کرده مان که آدم شود. وی تبسمی تمسخر آمیزی کرد و بیرون رفت. آدمانش هم فانوس را گرفته از پس وی بیرون شدند. خانه را تاریکی فرا گرفت. فقط شعله روشنی از تابدان خانه اندک عکس می کرد و بس. با وجود این عصا به طرف سیاهی همدم شب سیاهش متوجه گشته سلام داد. جوان جوابی سلام داد و باز خاموش ماند. سخت نفس کشیده هر زمان آه می کشید. شما از درون بخارا می؟ پرسید عصا. نه، من از کاگان، گفت جوان
و باز خاموش ماند. عصا دانست که جوان یا از وی حذر می کند و یا درد و غمش خیلی زور است که حالا در عین جوشش آن نمی خواهد گپ زند. بنابراین فقط برای تسلی خاطر وی گفت: نام من عصا خیرالدین زاده از بخارا، از خدمتچیان چیکه. نمیدانم برای چی باشد 3 شب و 3 روز این طرف به این خانه خنک و تاریک قبه کرده ماندند. درست پرس و پاس کرده گناهم را هم نمی گویند. زاریم، گفتم آن جوان. اسد مخصومی؟ من مخصومتان را نمی شناسم، با وی سر و کاری هم ندارم، گفت جوان. لیکن آدمی مخصوم، انا همین نعیم تلخ آدمی ظالم و خونخوار است. راست گفت عصا، بیدرک او را نعیم تلخ نگفتند. وی دستی راستی اسد مخصوم است. اسد اگر سله را بیارد گوید، وی رفته کله را آوردن می گیرد. نباشد حکومت شورایی، عدالت، قانون چی شد؟ همه کش هست. حکومت شورایی هم هست، عدالت هم هست، قانون هم هست. لیکن اسد مخصوم، کلی عاقلف، نعیم تلخ بر اینها هم هستند که از نام حکومت، از نام عدالت و از نام قانون برعکسش کار می کنند. از نام عدالت و از نام قانون برعکسش کار می کنند. در بخارا یک آدمی با عقل و تدبیر، یک انقلابچی حقیقی و روز دیده هست، نامش حیدرقل امک. انا همان کس یک روز به من گفت که انقلاب بسیلی طوفان مانند است. طغیان کرده با موجهای بزرگ که آمد همه چیز را بروی آب می برارد. لیکن شدت اولی این طغیان که گذشت، هر چیز باید جای خود را یابد. حکومت شورایی عدالت خود را برقرار می نماید. نصیب باشد این اسد مخصوم، نعیم تلخ بر اینها نیست شده می روند. لیکن تا نیست شدنشان، من بر این و شما بر اینها را 100 100 و 1000 1000 نیست می کنند. این هم ممکن، گفت عصا و خاموش ماند. وی به نو آمده تسلی دادنی شده، خودش به تسلی احتیاجمند شده ماند. عصا به غلبه انقلاب، به آزادی، به حریت، به تنتنه عدالت باور می کرد. لیکن گاه ها از رفت واقعه و حادثه های زندگی چیزی نمی فهمید. گرنگ و مات و ملول شده می ماند. حالا هم سخن آخرین جوانی نو آمده یک باره خیال او را پریشان ساخت. در حقیقت هم جوان راست می گفت. این اسد مخصوم بر اینها تا نیست شدنشان، تا مغلوب شدنشان، صدها عصا بر اینها را خورده، نیست کرده فرستادنشان از احتمال خالی نیست. پس تا رسیدنی یاری، تا خبردار شدنی دادگاه عدالت، اسد مخصوم او را به قصد کریم و به قصد حیدرقل پرانده ماندنش ممکن. آنگاه به یگانه آرزوی و آمالش، به نیت دیدنی روی فرزندش نارسیده از لذت زندگی و آزادی درست بهره‌ور نشده از این جهان می رود. کی می داند؟ شاید اسد مخصوم چنان نشان دهد که وی عصا آدمی بد بود، خائن بود، دشمن انقلاب بود و هاکذا. پس نام نیکش هم ابدی سیاه شده می ماند.
فیروزه از وی رو می گرداند، فرزندش از گرفتن نامی او عار می کند. یک آهی سرد کشیده ماندنی جوانی نو آمده عصا را به خود آورد. حس کرد که دست و پایش سرد گشته، قریب است که شخ شده مانند. پس از جایش حرکتی کرد و بالشت را درست‌تر مانده گفت: بیا به این بالشت سرت را مانده خواب کن. به هر دویمان می رسد. برای فکر و اندیشه وقتت بسیار. لیکن آن شب هر دوی آنها نیز خوابیده نتوانستند. برعکس شب خیلی دراز بود. یکی از درازترین شب‌های سال بود. تاریکی قیوق ساعت‌های دراز آنها را پیچیده گرفته گویا می فشرد. از این تاریکی به جسم و جان آنها آزار فراوان می رسید. نهایت سپیده صبح دمید. اول طرح بالارها نمودار شد، بعد 4 دیوار خانه معین شد. آهسته آهسته اشیاهای روی خانه، کاسه، کوزه و آفتابه چوینی عیان شدند. در بیرون راه گشتن و تردد مردم به گوش رسید. روزی تیره ماه سر شد. عصا خمیازه‌ای کشید و سری وزنین و پردرد خود را بالا کرده نشست. دید که جوان زانوهای خود را بغل کرده می نشست و سرش بر روی دستانش بود. معلوم نبود که خواب است یا بیدار. به هر حال عصا به وی خللی نداده از جا برخاست و دست و پاهایش را یازانیده بر روی خانه قدم زد. وی هنوز 2 بار نگشته در گشاده شد و پاسبان فریاد کرد که برای دفع حاجت بیرون برآیند. جوان هم از جا برخاست و یک خمیازه کشیده از پسی عصا بیرون برآمد. وقتی که آنها برگشتند، در پایان خانه نعیم تلخ موی لبهایش را تاب داده راست می ایستاد. ها، گفت وی به جوان خطاب کرده. ملا عباس، چطور؟ مهمان خانه ما بجامی؟ جوان بروی نعیم تلخ که از سیری و کیف و صفا سرخ و سفید بود و چشمانش غاریبانه می درخشیدند یک نگاهی نفرت آمیز پرتافت و گپ نزده گذشته بجایش نشستنی شد. لیکن نعیم نماند. از کتف او داشته رویش را به طرف خودش تافت. به من جواب تیرمیزک، گفت با دغلی نعیم. اینجا معقول است یا خانه عروس نازنین؟ اگر خانه عروس خانه تو باشد، اینجا 1000 بار به است، گفت جوان سخت کرده و با یک حرکت قطعی دستان نعیم را از کتفان خود دور کرد. نعیم این طور معامله را نگران نبود و یک بار در گرفته رفت و چی گفتنی خود را ندانسته ماند. خیر، گفت وی پس از ثانیه دندان خاییدن. حالا همین طور می بهتری اینجا را تو هنوز ندیده ای. حالا چنان شوی که موم بر این آب شده بزیر پایم افتی صغیره لعنتی. من ترسانده نمی توانی. جوان هم پس نآمد. آوازت گیر فریاد زد نهایت در قهر شده نعیم تلخ. تو من چی گمان کرده ششتی؟ اگر فرماندی هم نگفته پوستت را از چرمگری می بینی.
زمانه دیگر شدگی دستت کوتاهی می کند، گفت جوان هم با غضب. زمانه دیگر شدگی، زمانه ما شدگی. اکنون فرمان ما شدگی، هر چه خواهم می کنم. این مغروری نعیم را دیده عصا طاقت کردن نتوانست و گفت: شما خودتان که می شوید که زمانه از آن شما باشد؟ تو دهانت پوش دیوس، گفت نعیم با جهل به سوی عصا نگریسته. آوازی دیوس برآمده ایستاده است، گفت عصا. های سگ بچه، من بسیار آتشین نکن، گفت به تپانچه‌اش دست برده نعیم. چی کار می کردی؟ من هر دوی تو را هم به سفر می فرستانم. های باسمچی، گفت از خود برآمده جوان. تو هر گپ داشته باشی با من گوی، من پران می پرانده باشی، به این کس کاردار نباش. ای تو حرامی چه ها گفته ایستادی؟ گفته نعیم می خواست با مشت به سری جوان کوبد، عصا پیش دستی کرده از بند دست او داشته گرفت و تیله داده فرستاد. نعیم کلبیده رفته به دیوار خورد. پاسبان که تا به این دم دهانش گشاد به جنجال نگران می ایستاد، یک باره به خود آمد و ملتقش را شقر شقر کرده به دست گرفت. هنوز نعیم تلخ قامت راست نکرده از در اسد مخصوم در آمد و به پاسبان اشاره کرد که ملتقش را غون دارد. ها نعیم پالوان، گفت با تمسخر مخصوم، به شما چی شد که صورت دیوار شدید؟ من آنه این حرامزاده ها را نشان می دهم، گفته نعیم تپانچه‌اش را از غلافش گرفتنی بود که مخصوم نعره زد: حیوان، خر، صحرایی بی عقل و تمیز، دور شو از اینجا. دستی مخصوم را در قبضه موزر دیده نعیم تلخ هر راست شد و گپی نزده با سر خم از خانه بیرون گشت. خفه نشو عصا، گفت مخصوم با آواز پست و ملایمانه. من جزای این احمق را داده میمانم. بعد رو به جوانی نو آمده کرد و سر تا پای او را از نظر گذرانید، ولی گپ نزد. اینها ناشتا کردن می؟ پرسید مخصوم از پاسبان. نه، اکنون چای می بیارن. به حولی درون گوی شیر برنج می دهند، نان می دهند، دست نازده آورده به اینها ده. خوب شده است، گفت پاسبان. امروز نصیب باشد به صحبتمان دوام می دهیم، گفت مخصوم و از در بیرون شد. وقتی که پاسبان می خواست در را پوشیده رود، عصا اندک دیده ماند که سید پهلوان ممنونانه تبسم کرده به سوی آنها نگریست و گذشته رفت. در اینجا عصا فهمید که ناگهان در سری وقت رسیده ماندن مخصوم با کوششی کی بوده است. از گناه من گذرید، گفت جوان به عصا. از کثافت من شما خفه شدید. هیچ گپ نی، گفت عصا به جایش نشسته. وی به قبر مخصوم حیوان و خرکی باشد به همه خرانه معامله می کند. در اینجا شما دخل ندارید. واقعا نام شما عباس مگر؟ نام من عباس کاظمزاده از قشلاق زیر آباد. در کجا کار می کنید؟ در دیپای کاغان. حالا از حبس شدن من استاهای و شریکها بی خبر بودگیند. اگر مادرم داد گفته به سرشان نرفته باشد. پدر نیستند می؟ نه،
یک مادرم هست، گفت کاظم زاده و باز خاموش ماند. در این وقت در گشاده شد و پاسبان در یک طبق شیربرنج که بر رویش روغنی زرد ریخته بودند و در یک دسترخوان نان گرفته در آورد و به لب پایگاه مانده گفت: گیرتان شکر کرده به حق جناب اسد مخصوم دعا کنید. محبوس ها گپی نزدند. پاسبان در را از قفایش بسته رفت. محبوس ها حقیقتاً گرسنه بودند. هر دو در بین دسترخوان گشاده با اشتهای تام شیربرنج را خوردند، ولی به حق مخصوم دعا نکرده به حق سید پهلوان دعا کردند. پس حکایتی دستگیر کرده شدنی من همین که گفته جوان به نقل کردن سرگذشت خود سر کرد. قسم 15. قشلاقی کلان و سراحاری زیر آباد از کاگان 3 چقریم به طرف غرب واقع گردیده است. در قریبی آن ایستگاه امیرآباد بنا شده بود و این استانسیه را بعد از انقلاب خود اهالی و کارگران راه آهن ایستگاه پرلیترآباد نام دادند. بسیاری کارگران این ایستگاه راه آهن از همین قشلاق بوده، قسمشان در دیپای کاگان کار می کردند. زمین های گرد و اطراف این قشلاق کم آب و شورزار بوده، حاصل خیلی کم می دهد و بنابران است مگر که اکثریت مردم این قشلاق از سالهای بسیار این جانب نسبت به دهقانی کار راه آهن را کسب کردند. از همین سبب هم مردم این قشلاق با خلق روس همیشه در مناسبت بوده، بسیاری آنها زبان روسی را می دانستند و از همین رو غایه های نوی انقلابی به اینجا تیزتر آمده رسیده. در کار انقلاب پیش از دیگران این مردم اشتراک کرده بودند. در این قشلاق عباس کاظم زاده نام جوانی استقامت می کرد. پدرش کارگری راه آهن بود. وی هنوز در وقتی زندگیش عباس را به دیپای کاگان برده و شاگردی گذاشته بود. عباس از کارش خرسند و ممنون با غیرت هنر می آموخت. در دلش نیتهای کلان داشت، لیکن پیش از انقلاب ناخواست کسل شده مرده ماندن پدرش او را خیلی غمگین و از همه کار دست و دلش را خنک کرده ماند. وی چند روز به کار نرفته گریه کرده گشت. نصیحت‌های مادرش و یار و دوستانش فایده نمی کرد. هر روز سحر قطی به قبرستان می رفت و به سر قبر پدرش گریسته می نشست. این واقعه را مادرش به رفیق شوهرش و اوستای پسرش مردک روسی پردیده گفته از وی یاری خواست. اوستا به سر قبر پدر عباس رفت و او را در آنجا گریان دیده چند دقیقه خاموش نشست و بعد گفت: عباس چرا به کار نمی روی؟ عباس جواب نداد. از تو می پرسم، گفت اوستا، چرا به کار نمی روی؟ مگر پدرت بای و بدولت بود که تو و مادرت میراث مانده ای او را خورده بی ملال زندگی می کنید؟ ما بغیر از غصه دیگر چیزی می خوردگی نداریم، گفت عباس.
پس می خواهی که مادرت هم از گشنگی مرد؟ عباس به استادش نگاه کرد و حیران ماند. بچه حساس و ساده گویا همین حقیقتی تلخ را فکر نکرده بود. وی گپ نزد و از جا برخاست. استادش از دستش گرفت و نزد مادرش برد. از پگاه به کار می رود، گفت وی به مادری عباس. انا این چند سوم را حالا تا ماهانه گرفتنی وی خرج کرده استید؟ رفیقهای کاظم جمع کرده دادند. زنک گریست، هم به مرگ شوهرش، هم به این لطف و مرحمت کارگران راه آهن دلش آب شد. از آن دم سر کرده عباس هر روز به کار می رفتگی، هر روز با دقت و غیرت کار می آموختگی شد و در اندک مدت استای آهنگر نام گرفت. غیرت و پختکاری عباس به همه استاهای دیگر معقول بود. رفیقانش او را دوست می داشتند که وی با وجود این همه دانش و مهارتش خاکسار بود. بله، خاکساری با وجود موجودیت سببهای افتخار یکی از خاصیت‌هایی است که به هر کس میسر نمی شود، خصوصاً به جوانان. در جوانی کس می خواهد که با اندک موفقیت و کامیابی خود در نزد دیگران افتخار کند، خودنمایی کند. این خصوصیت کودکی وی است. این طبیعی است. لیکن در همین سن جوانی خاکسار شده توانستن علامت بلاغت است. اکثرا جوانان در سن و سال عباس و در وضعیت عباس که پدر نداشت و اکا یا اوکا نداشت، کسی نظارت کننده نداشت، زود به راه غلط رفته ویران شده ماندنشان ممکن. در آن روزها حریت شد گفته خود را به کوچه رسوایی می زدگان کم نبودند. میخوری، عرق خوری پیشتر رسمنمند بود و مردم از مگزین روی راست خریدن نمی توانستند. اکنون اجازت شده بود. هر کس می توانست به مگزین های میفروشی در آمده هر چقدر خواهد عرق، وینا، کنیک بخرد. در بخارا و کاغان دو نوع دکان تقریباً در مدت شبانه روز گشاده بود: بقالی و شراب فروشی. پدر و مادران که هنوز تربیه زمانی پیشتره از شعورشان نرفته بود، پسران خود را نمی گذاشتند که شراب خوری کنند، ولی عباس بر این جوانهای بیکس معنی و مفهوم حریت و آزادی را در همین دیده مستی و بیباکی را سر کرده بودند. هرچند که شراب عصرها این طرف باعث الهام و موضوع تعریف و توصیف شاعران شرق بوده است، لیکن شراب بسیار وقت باعث اساسی بدبختی های آدمی زاد نیز شده است.